بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران الكرام، امروزنگی صحبت ما در موضوع عمل صالح بخشیدم. عمل صالح با سه چیز گفته میشد. اول عمل صالح گفته پروردگار قرآن کریم انده فلیعملوا عملا صالحا صدق الله العظیم. همین لفظنگی آیات ها قرآن انده 200 بار زیاده آمده است. یعنی عادی عمل صالح کنتون گفتگی آیات قرآن کریم انده 200 بار زیاده آمدگی. 21 بار زیاده تر نماز، 21 بار زکات، دیگه عمل ها سنقش اطراف هماننده. لیکن عمومی کرده عمل صالح گفته پروردگار 200 بار زیاده گفتنش، دماغ این چقدر مهم، چقدر حجمش کلام بدنشه در بر میگیرد. عادتا ما کار ناس عمل صالح گیدگری نماز خوان سوز، زکات دو سوز، روزه دو سوز، خدا قادر کند حج بر افسوس. انا من عمل صالح گفتم میفهمم. این انا همین چیز دانستن ما عمل صالح کار نغزه از 100 یکش بدگش حس کردگی انسان حقیقی عمل صالح و انسان انده درباره عمل صالح و انسان انده خلاصه میشد و انسان عمل صالح اصلا میفهمد است. اصلش مومن آدم همه کردگی حالش انده یا صالح یا غیر صالح حکم های. همه حال ما، همه سخن ما، همه فعل ما، همه خصوصیت مانده عمل صالح های. اگر همون عمل ما در نقطه نظر شریعت ترتیب دادگی قانون به موافق باشد، دماغ همون هوای عمل ما، همون کار ما کار عمل صالح میشد است. الا اگر یگان حالنده همون چیز با ما به رعایت شویم، همون فعل ما و همون سخن ما و همون حیات ما یک قسم به اعتبار شدن ما همه چیز ما یا صالح یا غیر صالح یا کار نقص یا کار بد به جدا نکردن ما، این برای ما کلفت سان میشد. مومن آدم یگان حالش به اعتبار ماننده نمیتوند. حضرت عمر رضی الله عنه یک مشهور دعاشون های. همین دعای اکثری واعظها وعظشون میگویند. حضرت عمر دعا کردگی الها میدانم که لباسم ناپاک، الها میدانم که قلبم ناپاک، الها میدانم که عمل های کردگیم پرانه، همین با حالت گناهکاری من دست برداشتم، دست من نگردان. میدانم که تو فقط ای انسان های پاک قبول میکنی. گفته دعا کردگی. این دعاشون آشکار کردگی دعاشون مضمون میدهد که برای دعای انسان مقبول شدنش، برای همون عمل کردگیش در نزد پروردگار قدر یافتنش و انسان با همه هر سه چیز با استاده همین چیز با اعتبار دادن امت همون وقتی که اطراف حضرت عمر انده بودن، اکثرشون صحابی بشمول تابعین بدگی زمان انده همین چیز با استادن. این دمک برای انسان عمل صالحش، برای کار نغزش سه چیز ها در کار بدگیش با
این چیز به حد اشاره کلان. الها میدونم که لباسم ناپاک، یعنی انسان برای عملش نقض بدنش صالح شدنش البته لباسی که و انسان تپشند حیات هوایم پاک شدنش تکم دست. لباس انسان کی پاک میشد؟ انسان پشتگی همون کرتش می پایپاقش می توپش می کی پاک میشد؟ برای پاک شدن یکم شرط وای ان خداش شانش نکاره. لباس خدا ما شود برای ما پاک سا میشد، برای ما حلال سا میشد. به کسب خدا ما یا که برای خدا ما حده شدگی لباس شانش نکار. به لباس دوزی دمک عبادت نمیشد است. برای همین مؤمن آدم خود نشندگی تعامها شبهناک شدنش و انسان دعاش داشتگی باید پشتگی پوشاکاشندم چیزهای شبهناک نشدنش در کار. برای همین و انسان عمل کردنش در کار. گاه در بازارها در دکانها بعضی اشیاهای پشت میشدگی گم شدنش همون جمعیت انده اگر همش پر خداجو باشد اگری یک قسم همون انسان های دعاهاشان عبادتشان قبول نشدنش به اشاره. چونکه هوای انسان یک آدم بدبخت یک چیز کسا دوزده استفاده برساس و از سبب نفهمیدن موندگی کردگی عملهاش در نزد پروردگار بیکار شساس. همین چیزا فهمیدن مومن لازم است. از کوچه یافتگی چیزا چنتای به انداختن برای مسلمان مصیبت بدگیش حس کردگی آدم هیچ وقت از کوچه انسان با هیچ دخلش نبودگی چیزا نظر کردن قبدن و انسان با قلبش به حلاوت نمی اندازد. همه حس کردن اومده کار. انا خیلی حس کرده توانه مگری انشاءالله عملهای مونده قدر میشد. الها لقمه من، لباس من، حالت من تو چخل بدگش عیانو به همون حال عیانی دعا کسایم گفتنشان همون حال مایم ما اصلاح کرده اومده کار. به معنای حال زیست زندگی کسب کار میگویم می فعل اطوار میگویم می همه حالت مایا از نقطه نظر اسلام نظر کرده که وقتنده حواینده نیکی حالتش نیکی نمودش باشد اگری انشاءالله برای ما برای دعای ما آسمان کشدگی برای اجابت اعمال ما راه حیات. عکس این شود چی؟ یک هفته یک بار نماز جمعه و آمده الها من بندگیت ما اجرا کسایم عمل ها ما قبول کن. گفته تضرع کنم موندگی 6 روز عکس این کار کردن ما برای اعضاهای ما جور میشد. 6 روزه کردگی حالت اما یا 7م روز دیگه شما کردن نمیتونم. برای همین اصلش من میخواهم که میدانم که امید میکنم که همه ما آدمی هر روز ما یک خیل به پروردگار در قربتم. لیکن گاه دیگر روزها بعضی خطاهای کارسادگی ما یا اصلاح نکردن و حرکت نکردن ما برای اصلاح همون خطاها ما حرکت نکردن ما یا حقیقی جمعه رفتادگی ما دعای کارسادگی ما عملهای با مشقت و با خراجات کارسادگی عملها ما در نزد پروردگار قدر نیافتنش حس کنیم مگری موندگی عملها ما هم اصلاح کرده و حرکت میکنیم.
یک کلمه گپ دروغ نفتم مگری من عملم در نزد پروردگار قدرش نمیشده است. یک کلمه دل آزاری من نفتم مگری عمل من عمل صالح نمیشده است. یک تا وعده دروغ من نفتم مگری من مؤمن کامل نمیشدم. گفتگی اگر مونده خلاصه برای کار خودمون نشود، عمل همو طرفی نیکی و رفتنش خیلی میشده است. باید برای عمل قبول شدنش سه چیز به اعتبار دادن خوب است. اصلش مومن آدم عملش کردن بس و پروردگار قبول کرد می نکرد می غیب چیز به و انسان غم نمیخورد. لیکن برای همون پروردگار قبول کردنش سه چیز ها شرط های، همون شرط هاش اجرا کردن غم نمیخورد. شرط هم اجرا نکرده، من کردم شد نگفته، پروردگار کدام حالنده عمل مؤمن قبول میکند همون حالش اصلاح کردنش نکرد. یکم برای عمل صالح آدم پروردگار قبول کردنش برای و انسان باید و انسان مسلمانش داشته خوب است. الحمدلله مسلمانم. demak عمل مویا قبولش با یک تا پروردگار موندگی شرطش ما اجرا کرسیم. اگر قلب مونده نسبت اسلام، نسبت احکام های اسلام، نسبت فرمایش های اسلام قلب مونده شبهه باشد اگری demak یک قسم اسلام ما نیست. demak مونده عمل کردگی ما برای قبول شدنش مسلمان کامل شدن گفتگی شرط یک قسم ما اجرا نکردیم. خم میکردگی نبودم و اکن عادت شده مونده است همین چیز آدمو گام نزند کدام موندن گرام همه کساسو مثل هوای کردن گرام میگیم کو باز همون او دسترخوانی های جمجمه داره هوای اندمو همین چیزا میکنیم که ما با کدام مقصد کساییم. پروردگار مرحمت میکنه. استعاذ بالله. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. صدق الله العظیم. این آیات اصلش برای همون کافرها میگه. آن انسان هایی که با پروردگار با آیات هاش کافر هستند و با پروردگار با روپرا شدند و انسان ها کافرند باور نمیکنند دانند که این انسان ها همه عمل های کردگی هاشون بیکار است و این انسان ها و روز قیامت برای کردگی کارهای نیکی هاشون ترازو مونده نمیشد و این انسان ها کردگی کارهای نیکی هاشون حساب بگرفته نمیشد. گفته پروردگار مرحمت کرده است. demak برای حساب بگرفتن عمل های ما باید ما به پروردگار و به آیات های پروردگار ایمان آورده کنیم است. این آیات های پروردگار کدام ها که ما حقایق به ایمان آورده کار آن چیزی که فرض شمارد فرض، آن چیزی که حرام شمارد حرام، هوای دانسته عمل هوای به مشغول شدن هوای انسان همون آیات های پروردگار به عمل کردنش میشد. ها میدانم کار توری و ها میدانم فرض و ها میدانم حرام و لیکن خدا ما ادعا نتونستم خدا ما تسلط کردن نتونستم گفتگی انسان با موندگی عملهاش خود مثل عملهای به ایمان با این منفعت نداشته حس کند. در احسانش غیر شرعی چیز باشد و بازم پروردگار رو قبول کن گفتگی آدم پروردگار به تهمت کردگی حساب میشده است. خود به معنایی که من کار حرام کنم قطار کارهای حلال قبول کن گفته پروردگار به
کار حرامم کنم قبول کردم میرد گفتگی انسان سخنش میشده است. برای همین دسترخوانی که و دسترخواننده مسلمان استفاده نمیبردگی حال کار حیمه اونجا نه مسلمان میشند نه اونجا مسلمان یک دعا میکند نشتن بس دعا نمیکند. پروردگار با اون تیپی کاری اسلام بیروننده خدا این خیل کند گفته دعا کردم حقش نه همون جا نرو ما از تو راضی نیم گفته اگر پدر ما یک کار یک جای برای ما من کند گری اگر ما و رضاگی پدر راضی در کار باشه گری همونجا نمیرم پدرم شنود گری قلبش میرنجد از من خفه میشد گفته برای رضاگی پدر یک تا دسترخوانمو ترک میکنم. از همون رضاگی اولادتر رضاگی بودگی پروردگار روزگیش اگر برای ما قدرناکتر باشه دگری پروردگار من کردگی دسترخوانمو نمیشنم. یا نمونگه آدم با یک کاری بیهده مشغول شده استادگی بخشنده ما و انسان با به اعتبارانه یک بی‌پروا شده شته نمیتونم چون مومن آدم انده بی‌پرواگی نمیشد لاقیتی نمیشد به اعتبار نمیشد. مومن آدم خودش به یک کاری بعدی بیاد عذاب کشیدنش انیق بدگی باید دوستش پم همون یک کاری بعدی نشدنش پا و دوست ما حرکت میکند. اگر حرکت کند دیمک دوست ما کده همنشین شود و ما از کار خطا نگرداند دیمک وای دوست ما روز قیامت خواهیم شد. ما خدا ما کار خطا کنم و یا نماندشتگی دوست ما کار خطای ما دیده خب شند داند که رسانم که و آدم خبشتگی هم خود ما و چخیل حکم خوانده شود هوای حکم وای با خوانده شدن خوف شد چونکه و انسان خودی به گفت رسول خدا رضای معصیت است. همون معصیت با راضی شده شدنش و انسان هوای کردگی باید حال با افتیدنش و دوست ما و رسول ما. و دویمش برای قبول عمل باید عمل کردگی ما موافق شریعت باشد. انا جواب سال می استم همین چیز مومن آدم یک از کارهای غیر شرعی برای دور شدنش لازم بدگی استگاه حساب شد. همون کارسازی کار ما از شریعت بیرون باشد دیمک دانیم که ما همون عمل کردگی مونده خیر نیست عمل صالح حساب نمیشد. دین پلی نماز خفتن حضرت علی صحبت مونده همین جواب استادم حیات مونگی عادت ها ما کار ها ما اگر از شریعت بیرون باشد اگری همه حال ما کتی همون کار ما کتی ما پروردگار روزش یافته نمیتونم اگر ما و غیر شرعی عادت ها ما یا مغلوب کرده شده گری ما شریعت انده اسلام انده یا هم گفته دعوا کرده نمیتونیم. حاضر وقت انده مسلمان ها بسی مشغولند. اکثر مشغولات مقصدش سه اگر همین مشغولات و اکثر کسب مشغولات کردگیش مقصدش اگر با انسان اصلاح کرده تانه دگری توری تحلیل کرده تانه دگری و آدم با دیگر نصیحت
در کار نه. حاضر وقتنده ما یا اساس مقصد ما پول جمع کردنش نمیگی. برای سه مبلغ جمع کسایی من فرزندم کلان سوز من یک توی کلان کردنم در کار، یک نقص توی کردنم در کار. همین چیز شرعی حکم بدمی، همون توی که ما کساییم هوای شرعی توی می. خدا شاهد این انده شریعت نیست. اصلش فرزند تولد شود 7 روزگیش 14 روزگیش انده یا 21 روزگیش انده برای دختر یکتا برای پسر 2 تا گوسفند کشته احسان کردن کتی همون فرزند شکرش بجا آوردن کفایه بود. لیکن ما ماید یک شکری ماید یک که همون کنم کتی همون نکردن کتی ما همون عمل سنت با بحره شدن ما یا حاضر 3 چیز ها برساز. اگر یک آدم توی نکند گناهکار نه. فرزنددار شده از سبب کمبغلش از سبب توی کند دیگری کارهای ناجوی ارله شدنش توی نکند گناهکار نه. و آدم ترک سنت کساگیش به گناهکار نمیشد. فرد روز حساب بنده پروردگارا من مبلغ زیاده از نفقه اهلم نیافتم که یک تا گوسفند کشته احسان کرده همون عقیقه کنم گفته و آدم همون حالش پیشکش کند پروردگار انشاءالله میبخشد. یا که من عملدار بودم آدمی کلام بودم آدمی دوستان بسیار بود یک کشه چقدر دیمش نچقدر خفه میشد همه دوستان یا خیلی عقلدار نبود احسان من به معصیت خانه میگرداندن برای همه من احسان نکردم همه خیلی حقیقت نکردم گویی مگر انشاءالله و چیز به مونده وجهی مونده و چیز به پیشگیری کردم به بهانه کردم بهانه محیط. اگر یک انا میخیل چیزهای یک تش اگر از جمعیت بلاغت تانو مگری ما چقدر پیش میبرویم چقدر مبلغ ما برای دیگه کارهای خیر صرف میشد حس کنیم مگری عملها ما موافق شریعت کردن با یک قدم موندگی میشدیم. یک دادا به فرزندش برای یک تا توی بهده گذراندن سالها در مسافرت نخوده نآشامده موندگی فرزندهاش از تربیهش کنده شده جمع کرده 2 روز با دادن مبلغش چخیل شریعت شود چخیل و یا توی سنتی چخیل این خرسندی گفته میتونم نکن تون همه چیزا داده همو کردن بابا همو کردن ما بعض همو کردم بیایتون برای تلقیات مسلمان ها موندگی ها نکند موندگی ها هم خیلی چیزها خدا ما دور کنم ها توی نکنم عروس نکنم فلان سمی کنم آن هم چیز با مسلمان آدم صدقه نشکر توی نکند عروس نکند پل بهده توم نمیکند برای پل بهده توم نکردن از پل بهده جمع کنی زیاد که وقتش به عبادت میکند کارهای نازبه مشغول میشد جماعت برفته نماز میخواند فقط بامداد و آمده موندگی وقتش در کوچه نمیگذرد مبادا و انسان سال وایتر شودگیری از یافتگی مبلغش احسان میکند غریب های حالش میبیند برای تربیت فرزندش وقت یافت میشد برای زنش و به مهر نشان دادن و یک فرصت پیدا میشد بچهش خش کلام میکند حاضر فرزند هم ما کلام نکسیم حاضر ما فرزند مایا مادرش هم کلام نکرسوز مادرش بر چرکشویی و افخودپزی آوره ما برای اشکم و سری لباسی فرزند ما آوریم دتش
از دو طرف ساز 5 تا دیگهش کوچه و مونساز اینترنت و مونساز فرزند ما حاضر اینترنت کلام کساز یا که تلویزیون کلام کساز عادت تربیه معامله علم دادن رساندن فرض بودگی شخص پدر و مادر حاضر این چیز به اعتبار از سبب به مقصد و آدم همون برای توی کردن برای یک کار بهیده کردن جمع کردن مبلغ به اواره است. دیمک این کار ما موافق شریعت نمی دیمک اینم ما از این چیزا ما رو میگردونم حقیقتا همین کار دور شامده کار هیچ نه یک آیلند یک محلنده یک قشلاخانه 2 کس 3 کس 5 کس همین خیلی از کارهای بیهده خواهش دور کند شاید که پروردگار هواها عبرت کرده موندگه ها و همین چیزا روا بیند. دویمش این به استماع حاضر وقتنده فرض بدگی خانه دار شویه ما چقدر کساییم حقیقتا برای ما کلم گتن زن گتن شوهر دادن برای ما فرض می یا سنت می یا مکروه می حاضر مردهای 50% به زن گتن همون مکروه تحریمی حاضر وقتنده چونکه وی دماد غیر از معامله زن دیگهش عدست و انسان نبیاد نه نفقه و کسبش های نه برای زن گرفتن یک تا خواهش خانه کردگی نه جهاز کردگی خانه دماد باین اویا خانه زنش برفته زندگی کنن نقض باین همه اشیاش از طرف زن آمدگی لباس کستمو پشت گشتگیش هدیه طرف زنک مندگش مندانگرید این انسان ها و این خلقتی به همین طبقه به همین روش خاندار میشده که مرد ها و خاندار شدنش حلال نه. پیغمبر خدا چه دختر دادن پیغمبر خدا میتونستن خودشان 4 در خانه ساخته 4 در جهاز کامل کرده تامین کرده دخترشان دائم میتونستن اطرافشان ده شهر ساخته میوده که درجه ده سخاوتمند بایها بود صحابه ها بودن لیکن پیغمبر خدا سه کردن یک تا کورپچه و یک تا جوزچه و یک تا دیگ دادن چونکه خانه حضرت علی ده دیگ نبود که طعام کنن حضرت ما سه کسیم همون برای دختر دادگی چیزها ما روز قیامت حسابش حساب کنم از خانه قینتاش آمدگی چیزها که مغرور شدگی دماده حالش به وایسان میشد همین تربیه ما باید امروز سر کنیم دین پدر ما بابا ما با نیتی توی کتی عروس کتی یک عمر زندگی کردن و ها همین چیزا نفهمیده کردن دیا از پروردگار ترسش نه اگپ مردم ترسیده کردن اگر از پروردگار نیو اگپ مردم ترسیده کار کردن شرک بدگش حس میکردن همون کارا نمیکردن باید برادرها همین خیل برای مسلمان کامل شدن حیات اسلامی لازم باشدگی امروز ما سر کنیم یک تاش کم کنیم بدعت ها یک تا کم شد برادری ان شاء الله جای وای به سنت میدرد جایی که سنت علامت اونجا برکه میشد اگر همین خاطر تانم ان شاء الله حیات ما مضمونش موافق شریعت میشد موافق شریعت شدگی حیات انده کار خیر میشد و کار خیر انده پروردگار قبولش میشد
ایلا از این بیرون باشد اگری من کار خیر کسی هم گفته با آواز بلند از سخن کردن خدا همه حیا دارم که ما از شریعت بیرون کار کسیم. و سیومش برای عمل مویا مقبولش البته اخلاص لازم است. همین چیز من کرسایم برای پروردگار از من راضی شدن، برای رضاگی پروردگار تمام. اینا کمش زیادش انسان‌های گپش انسان‌های فکرش منبع دوپل یکم پروردگار را راضیگیش گفتگی انسان حقیقی عملی مقبوله که برای پروردگار کسادگی انسان این سخنش میشد. یک پیش خفای خوانده دیامون فرد و مهمون ها بیاد گم میزنند میگیم همون کارمون کار خیر نه. طرف کوچه در نغاز که رنگ دادمون فردا توی کسایی آدمو گم نزند میگیم الان همون کارها مونده ریا هیدیم. برای زیست خدا ما نکردگی حرکت ما یا برای دیگه انسان های گپ نزدنش کردن مونده چخیل خیر شود، چخیل هوای کار نیکی باشد. همین خیل گفته به همین حالها ما اگر فکر داده نتونم اگری وینده حال ما و روز قیامت سخنهای نیک نمیشد. آخری صحبت مونده یک سوال غلطه بید. همون سوال انده دوملو نماز انده بعضی انسان ها دستاشونه تپی ناف با بعضی هاشون تگی ناف با بعضی هاشون خودی در خونه مادر همو میکردگی با این مادر همو حلقه کرده میخوندگی با این دستاشونه تپی کوکرکش مونده نماز خانسه هن. همین چیز با یک فهمش دید گفته التماس کردیان. حقیقتا آخر همون 3-4 سال انده هر خیل به علمی سببشته کن. اصلا به علم ما که یک آدمی همون اینترنت انگه یک آدمی حکمش خدا و حوال انسان فکرش از دیگه فکرها بلند شماریده ما دست ها ما هر خیل جاها و مونده نماز خواندن ما عادت شد. اصلش پیغمبر خدا حضرت علی و چخیل یاد آوردن. حضرت علی انسان ها و چخیل یاد آوردن به اساس نه دست تیپی دست بگفتن پیغمبر خدا اینجا بانی دست میشد دست این عاشق پسش دست میشد دست تیپی دست با و تگی نوف و منتون گفته پیغمبر خدا حضرت علی و یاد دادن. حضرت علی قفانگی شاگردشون به همین راه یاد دادن. همین راه کتی عبادت کردگی حاضر مسلمان های جهان اکثرش ممکن پیغمبر خدا بعض حالنده دیگه چه خوندشن و یا ما ناطور نمیگیم لیکن اکثر امت کردگی چیزا ناطور شماردن و انسان ها و خلاف کردن آدم عقل داره کارش نمیگیم. آدم به علم فقط همین خیل کارهای بیهوده و مشغول میشد. یک دیگه همجنه میستم این حدیث صحیح این حدیث روشن‌تر بوده است اینش روشن نبوده است گفته از فکر دادن خدا ما احتیاط کنیم. حدیث ضعیفم حدیث غریبم حدیث متفق علیه هم همش گفت رسول خدا همش یک پیغمبر خدا گفتگی فقط ما و رسول ما ساگنده همون صحابه ها ما بیننده بعضش کمتر فراموش شده همون لغتاش هر خیلی آمدگی برای هوای ضعیف و غریب شدگی. صحیحش 10 کس گفتگی ضعیفش 3 کس غریبش 1 کس گفتگی. لیکن ما گوینده انسان های اعتبارش کساییمو اصل همین سخنه کی گفتگیش فراموش کساییم. اصلش همش سخن رسول خدا بودگه وقتنده
اینش پستر شمارده به علمی کردن کار نغز نه. بعضی حالها ما تلاش میکنیم و موندگی صدها فعلهای اطوارهای به خیلی اشرات بیرون به اعتبار شده موسویم. همه خیلی چیزها باید به اعتبار شده. خدا مبارک کند ریش مونده است، ریش مونید. ریش موندن بس موی سر پول باکس نکنید. پول باکس کتی ریش یک جایه شود دگری او بت پرستا که داخل میشید. یک طرفش دویم طرفش په زیبانده. یک مسلمان ابیرین دیدگی انسان حوس میکردگی مسلمان شدن حرکت کنیم. الا ناشدگری ما مسلمان اسلام ترقیش بنیو تنزلش به از خدمت کردن پروردگار خواهش نگه دارد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله آمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. پروردگارا با هر خیل مقصد ها خیر احسان ها کردن. پروردگارا احسان های کردگاشون قبول درگاهت کنی، سایبان سرشان کنی. برای مسجد و بادنش خدمت کسیان بشکانا، برای جمعه خدمت کسیان پروردگارا، همون خدمتاشون پروردگارا خدا از ما انسان ها راضی میشه که عمل ها پروردگار خود تبدیل گردانی. و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.